ادیان مختلف نیروهای شر همیشه سعی در نابودی خیر، از بین بردن انسانها داشته است و برای این هدف از راههای گوناگونی سعی دارند بر انسانها چیره شوند و بر آنها تسلط یابند. در ادیان گوناگون اشاره به انواع شیاطین شده که دارای ویژگی‌ها و خصوصیاتی هستند که با استفاده از آنها پلیدی و شر را برای انسانها به وجود می‌آورد. به همین دلیل یک رتبه بندی از 5 شیطان شرور در ادیان مختلف می‌تواند بسیار جذاب باشد. به خاطر داشته باشید این لیست بر اساس قدرت نیست، زیرا در آن صورت رتبه اول خیلی واضح و قابل پیش بینی خواهد بود. همه می‌دانیم که قدرتمندترین شیطان کیست. این لیست برای شناسایی شریرترین، پلیدترین و خطرناکترین شیاطین است و بسیاری از آنها شما را شگفت زده خواهد کرد. آیا تا به حال آن جمله معروف ادمان برک را شنیدید که میگوید تنها چیزی که برای پیروزی شر لازم است این است که انسان‌های خوب کاری نکنند؟ حالا با شیطانی از آیین زرتشتی آشنا شوید که به طور نظری مسئول این مسئله است. آکامانا. قدرت بزرگ این موجود جلوگیری از انجام اعمال نیک توسط انسان هاست. او با ایجاد انواع احساسات قوی این کار را انجام می‌دهد. حرص و طمع. زمانی که یک پیرمرد فقیر و ناتوان از ما کمکی درخواست می‌کند. ترس. زمانی که می‌بینیم یک نفر مورد آزار و اذیت افراد قوی‌تر قرار گرفته است. بی‌تفاوتی. وقتی می‌توانیم به یک حیوان یا انسانی که در سختی است کمک کنیم اما نمی‌کنیم. و یا حتی دلخوری کلی که برخی افراد هنگام فرصت انجام یک کار خیر احساس می‌کنند و از آن سر باز می‌زنند. اما قدرت آکامانا به همینجا ختم نمی‌شود. او تنها به جلوگیری از این کارهای خوب بسنده نمی‌کند، بلکه می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که در آن خیر بزرگی به شری عظیم تبدیل شود. به همین دلیل او قادر است والدین خوب را به والدینی بد تبدیل کند. او می‌تواند باعث شود افراد در موقعیت‌های قدرت به جای انجام اعمال خیرخواهانه احساساتی مثل طمع را در خیر عمومی ترجیح دهند. اگر نظر من را بخواهید، آکامانا شیطانی با تأثیرگذاری بسیار عمیق، ترسناک و بدون شک بسیار امروزی است. آویسو یک شیطان مؤنث است که از اساطیر یهودی سرچشمه می‌گیرد. پلیدی او بسیار گسترده و نیت‌های او همواره شرورانه است. اما مسئولیت اصلی او چیست؟ هر سقط جنین که در جهان رخ می‌دهد. اما شرارت‌های او تنها به این محدود نمی‌شود. آویسو همچنین مسئول سقط جنین‌های ناخواسته، حوادثی که در آن زنان باردار آسیب می‌بینند و کودک خود را از دست می‌دهند، حتی مرگ و میرهای نوزادان است. تمام این موارد نتیجه نفوذ پلید او هستند. گفته می شود آویسو این کارها را عمدتاً به دلیل نابارور بودن خود انجام می دهد. با این حال شایان ذکر است که فراتر از این انگیزه ذات او همواره با پلیدی محض همراه بوده است و همین دلیل او جایگاه 4 این لیست را به خود اختصاص داده است. از این نقطه به بعد وارد دسته‌های بزرگتر قدرت می‌شویم و این بلفگور است که دروازه‌های این سطح را به روی ما باز می‌کند. بلفگور جایگاهی بسیار بالاتر از شیاطین قبلی این لیست دارد، زیرا او فقط در یک نوع شرارت تخصص ندارد. بلفگور را می‌توان چیزی شبیه لئوناردو داوینچی دنیای شیاطین دانست.
زیرا در چندین زمینه شرارت استاد است. او معمولاً به عنوان خدای تنبلی و کسالت شناخته می شود، اما این تنها آغاز ماجراست. نام بلفگور اولین بار در امپراتوری باستانی آشور حدود 1350 سال قبل از میلاد مطرح شد. تأثیرات و وحشتی که او بر جای گذاشته است پس از بیش از 3000 سال همچنان پابرجاست. بلفگور با انواع اعمال جنسی انحرافی و مضر مرتبط است، از جمله مواردی شامل رفتارهای بیمارگونه و ناهنجار است. به همین دلیل در نخستین تصاویر او بنی اسرائیل او را به شکل یک عضو تناسلی غول‌پیکر به تصویر می‌کشیدند. بلفگور به دلیل پراکندن بی‌اعتمادی و پارانویا مشهور است. او نه تنها دوستی‌های دیرینه بلکه خانواده‌های کامل را از هم می‌پاشاند. بدتر از همه او رهبران و پادشاهان را دیوانه می‌کند و آنها را به انجام کارهای آسیبزا وادار می‌سازد. یکی دیگر از ویژگی‌های بلفگور وسوسه کردن افراد باهوش برای اختراعات عجیب و غریب است. این ایده ها اغلب به ابزارهای شرورانه و مخرب تبدیل می شوند، از دستگاه شکنجه در دوران باستان گرفته تا بمب اتم و تسلیحات بیولوژیکی. هر فرد مؤمن و متعهدی احتمالاً معتقد است که بلفگور در پشت همه این اختراعات دست داشته است. آویسو رو به یاد دارید؟ لاماشتو چیزی شبیه او است، اما بسیار قدرتمندتر و بسیار وحشتناکتر. او همه چیز را به سطوحی بسیار فراتر میبرد و قدرت و نفوذ او تقریباً با هیچ شیطانی قابل مقایسه نیست. لاماشتو شیطانی مؤنث از میان آیین‌های بین النهرین و بلای وحشتناکی برای این جهان است. لاماشتو تنها به عذاب دادن زنان باردار بسنده نمی کند. او کابوس‌های وحشتناکی درباره زایمان‌های دردناک به آنها القا می کند یا به آنها وعده می دهد که فرزندانشان با مشکلات جدی سلامتی، نقص‌های مادرزادی یا بیماری‌های مرگبار دنیا خواهد آمد. گفته می شود که او نوزادان را در حالی که مادرانشان در حال شیر دادن هستند می رو باید. خون آنها را می‌مکد و استخوان‌هایش را می‌جوید. او همچنین بالوده کردن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها با بیماری‌های وحشتناک مشهور است. از او به عنوان قاتل محصولات کشاورزی یاد می‌شود، به طوری که باعث قحطی و مرگ و میر در جاهای مختلف می‌شود. قدرت لاماشتو در گسترش بیماری‌ها به مراتب از دیگر شیاطین این لیست بیشتر است. او میتواند آفات و بیماری‌های همه‌گیر بزرگی را به وجود آورد. لاماشتو چنان ترسناک بود که مردم ناامید برای محافظت از خودشان حتی به دیگر شیاطین پناه می‌بردند. نکته جالب این است که پازوزو، شیطان مشهور بین النهرینی که از طریق فیلم جنگی معروف شد، اغلب توسط مردم برای دفاع در برابر لاماشتو فرا خوانده می‌شد. اما حتی قدرت‌های پازوزو نیز به سختی می‌توانست او را متوقف کند. حضور لاماشتو به تنهایی که گفته می‌شود یکی از وحشتناک‌ترین چیزهایی که می‌توان تصور کرد، می‌تواند هر انسانی را دچار ترومای شدید کند. او به هیچ کس پاسخگو نیست و کاملا خارج از هر گونه کنترل است. به همین دلیل است که لاماشتو جایگاه دوم این لیست را به خود اختصاص داده است. حال که تا اینجا با چنین موجودات وحشتناکی آشنا شده ایم، برخی حتی پلیدتر از خود شیطان هستند. یک سوال باقی میماند: چه کسی میتواند در جایگاه اول باشد و او چه نوع آسیبی را به جهان وعده میدهد؟ ابادون شاید ترسناکترین شیطانی باشد که وجود دارد و این ترس دلایل خوبی دارد. او ممکن است قدرتمندترین نباشد، زیرا آن جایگاه
بیچون چرا متعلق به خود ابلیس است، اما بدون شک یکی از پلیدترین و تهدیدآمیزترین موجودات در تمام دنیای تاریکی است. تاریکی ذات او به حدی است که یوحنا در کتاب مقدس او را به عنوان یک نیروی ویرانگر در جهان توصیف کرده است. اما بعدها مشخص شد که ابادون نه تنها یک مفهوم که به عنوان پادشاه ورطه بیپایان شناخته می شود و ارواح گمشده را در اختیار دارد. او همچنین به عنوان جن نابودی، جن مرگ، رهبر آخرالزمانی و فرمانده ارتشی بیپایان از ملخ‌های مخرب توصیف شده است. اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، ابادون کسی است که نابودی جهان را به ارمغان خواهد آورد. گفته می شود که اگر تاکنون این نابودی رخ نداده است، به این دلیل است که خود ابلیس او را محدود کرده است. اما اگر به ابادون بستگی داشت، پایان روزگار مدتها پیش فرا رسیده بود. او ارتشی در اختیار دارد که می تواند 5 قاره را نابود کند و از تمدن یا حتی زندگی هیچ اثری باقی نگذارد. ابادون که در اعماق زمین زندانی شده، اشتیاقی پایان ناپذیر برای تبدیل سیاره زمین به بیابانی گرم و خشک و مرده دارد. تهدید او در مقیاس سیاره‌ای است و جایگاه او در صدر این لیست غیر قابل انکار است. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً آن را لایک کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. اینجا کانال دارک توری و برایتان احوال خوشی آرزو دارم.